چطوره بچه‌ها؟ خوبین؟ اوضاع خوبه؟ تمرین میکنین؟ باز دوباره ما برگشتیم با یه ویدیو فوق‌العاده دوست داشتنی. امروز میخوام بهتون قطعه آب آموزش بدم. انیمیشنشو دیدین؟ من که عاشقشم. یه انیمیشن فوق‌العاده رمانتیک. فقط با یه پایان تلخ. اما ملودیش خیلی خوشگل و نازه. برای اونایی که منو نمیشناسن، من زهره دهرویه هستم، مربی گیتار، نوازنده و خواننده. حالا چرا این قطعه رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه هم خیلی ساده است، هم از ریتم خیلی پشت سر همی استفاده کرده که باعث میشه شما بتونید از مترونوم استفاده کنین، با مترونوم تمرین کنید و یکم رو نظم و رو ریتم بیشتری بیافتید. پس مثل همیشه برو سازتو بیار، فنجون قهوت هم آماده کن، دفتر نوتت هم یادت نره. برو بریم. میزان نمای این قطعه 3/4، یعنی قراره ما توی هر میزان 3 تا ضرب داشته باشیم، 1 و 2 و 3 و یه سری توضیحات اضافه‌ای که دارم بهتون میدم برای بچه‌هایی که حالا رندوم ویدیوها رو نگاه کردن، به خاطر همین من نمیتونم یه دفعه بیام همه چیزو مثلا بگم اینا رو بلدین. اوکی؟ پس من میام از اول قدم به قدم بهتون اینا رو دونه دونه یاد میدم. میزان نمای قطعه 3/4 هستش، از 3 تا ضرب تشکیل شده. توی هر میزانمون ما 3 تا ضرب داریم. توی خط اول تقریبا 5 تا 6 تا میزان اول ما همه ضربای ما نوت سیاه هست، یعنی ضرب اولم سیاه، ضرب دو سیاه، ضرب سوم ما هم سیاه هستش. من اول مثل همیشه خط اول رو براتون اجرا میکنم، بعد دونه دونه براتون توضیح میدم. میزان نمای ما 3/4 هستش، یعنی ما توی هر میزان 3 تا ضرب داریم، 1 و 2 و 3 و میزان اولمون، نوت اولی که اینجا داریم نوت 2 سیم 5 هستش. میبینید اینجا رو با انگشت سوم روی سیم 5 فرت 3 من گرفتم. درسته؟ این اینجا میشه جاش. با انگشت اولم میام اینجا رو میگیرم. فقط یادتون باشه ما اینجا میتونیم بار بند یا همون کاپومون رو هم روی فرت اول ببندیم، هم روی فرت 2، همین که اصلا نبندیمش. بستگی به این داره که خودتون چجوری بیشتر دوست دارید. من ترجیحم به اینه که صدا یکم زیرتر باشه، بنابراین اومدم کاپومو روی فرت دوم بستم. تمام اینایی هم که دارم به شما توضیح میدم نسبت به اینه. پس وقتی بهتون میگم انگشت سومم اینجا باشه، نسبت به این قضیه است که من کاپو رو اینجا بستم و از اینجا فرض میکنم که میشه فرت اول، میشه فرت دوم و اینم میشه فرت سوم. انگشت سوم ما اینجا هستش روی فرت سوم سیم 5 که اینو باید من با انگشت پی اجرا بکنم. با کنار انگشتم ضربه میزنم، تکیه میدم به سیم کناری. با انگشت اولم دارم سیم 2 فرت اول رو میگیرم که قراره با انگشت آی و ام به صورت دوبل نوت اجرا بشه. قرارمون این بود که وقتی قرار من دوبل نوت اجرا بکنم، انگشت آی و اممو که اینجا حالا مد نظر آی و ام هست به هم بچسبونم، زیر سیم قرار بدم، انگشتمو به سمت کف دست بیارم. دقت بکنین، ببینید دستم انگار جمع میشه. فرق داره با مدل آپیاندو که تکیه میدادیم. این زیر سیم ضربه میزنیم، انگشتمون به سمت کف دست جمع میشه. توی میزان بعدی باز دوباره همین اتفاق، فقط نوتی که من به جای اینکه با انگشت سوم بگیرم با انگشت 2 اون نوت هم عوض میشه. نوت سی هستش که جاش میشه سیم 2، بازم خونه 5. انگشت اولم هم دوباره همینجا ثابت میمونه. توی میزان سوم این دفعه انگشت دومم رو ور میدارم و میشه سیم 5 آزاد. پس چی شد؟ فرت 3، فرت 2 و آزاد. میزان چهارم یه دونه خود نوت لا رو داره که ارزش زمانی سفید هست. ما 2 تا ضرب براش صبر میکنیم، حواستون باشه. بعد بریم سراغ نوت بعدی که سی هستش. ادامهش دوباره همینو داره برامون تکرار اجرا میکنه. دوباره انگشت سومم روی فرت 3 که میشه نوت 2، انگشت دومم روی نوت سی، فرت 2 با انگشت دوم، بعدش هم دوباره لا آزاد. میزان آخر نوت لا سیاه نقطه دار میشه. سیاه نقطه دار چی بود؟ خود نوت سیاه که یک ضرب هست، وقتی که یه نقطه کنارش اضافه میشه یعنی نصف ارزش اون نوت بهش اضافه میشه. پس من نوت سیاه هم اگر 1 و براش در نظر میگرفتم، توی سیاه نقطه دار میگم 1 و 2. نوت بعدیم نوت 2 چنگ هستش،
می دوباره اینجا قراره با انگشت A هم زده شه روی سیم اول، چون ضربه ها اینجا کاملا به صورت تیراندو یا همون آرپشتور هست. زیر سیم ضربه میزنم، انگشتم رو به سمت کف دست میارم. یادتون نره M A M. هر انگشتم رو فرض میکنم برای یکی از سیما هست. انگشت آی سیم 3، انگشت ام سیم 2 و انگشت ای ما هم که میشه سیم اول ما. خب خط دوم، ابتدای خط دوم ما یه علامت تکرار داره. اینو در نظر داشته باشین که توی دو خط آینده که دوباره خط علامت تکرار داشت باید برگردیم از اینجا اجرا بکنیم. حالا خط دوم رو براتون اجرا میکنم. دوممون شروعمون با یک نوت سفید نقطه دار هست که به صورت دوبل نوت اومده. دقت بکنید وقتی شما نوتاتون روی یک پایه هست، چه حالا این پایین بیس باشه چه این بالا نوتای سه تا سیم اول باشه، اینا رو ما باید همزمان با هم اجرا کنیم. الان اینجا یه نوت دو من دارم که میشه روی سیم پنجم فرت 3، یه نوتیمون هم هستش که اینجا روی سیم 2 آزاده. من باید با انگشت M سیم 2 رو بگیرم و با انگشت P سیم پنجم، هر دو رو همزمان با هم ضربه بزنم به این صورت. و چون که ارزش زمانی سفید نقطه دار هست، ما باید 3 تا ضرب براش در نظر بگیریم، صبر کنیم بذاریم صداش بمونه، بعد بریم سراغ نوت بعدیمون. توی میزان بعد ضرب اول دوباره بیس هم سیاه نقطه داره، پس من 1.5 ضرب براش طبق توضیحاتی که توی خط قبل داده بودم صبر میکنیم، بعد میریم ادامش. توی ادامش دوباره نوت 2 رو گرفته که میشه همون سیم 2 فرت اول، می آزاد سیم اولی که با انگشت A باید زده بشه، بازم به صورت تیراندو. بعد نوت بعدی سی هستش که نوت سی دوباره میشه آزاد سیم دومتون. میزان سوم باز دوباره روی یک پایه نوت لا و لا هستش، لا سیم 3 فرت 2 به علاوه لا سیم پنجم. دوباره اینا رو همزمان با هم اجرا میکنیم. ارزش زمانی سیاه نقطه داره، 1.5 ضرب ثبت میکنیم. باز دوباره میزنم چنگ، چون نوتمون در ادامش باید چنگ باشه. چنگ چنگ چنگ، لا دو لا، لا که مشخصه سیم 3 فرت 2، دو هم که میشه سیم دوم فرت اول. میزان بعدی نوت سل و سل قرار دوبل نوت اجرا بشه. سل میشه سیم 3 آزاد، سل سیم 6 مون هم که با انگشت 3 فرت سوم سیم 6 رو میگیریم. همزمان ارزش زمانی سفید 2 تا ضرب ثبت میکنیم، بعد میریم سراغ نوت بعد. میزان بعدیش دوباره نوت می و ر حالت دوبل نوت. ر با انگشت پی سیم 4 آزاد، میم که با انگشت ایمون قرار سیم اول باشه. بعد ادامهش ر لا با همون انگشت ام و آی دارم اجراش میکنم. ر میشد سیم 2 خونه 3، لا هم که میشه سیم سوم خونه دوم. میزان بعد دوباره تکرار همینه. توی شروعش فقط در ادامهش به جای اینکه مثلا ر لا باشه شده ر دو. میرسیم به میزان یکی مونده به آخرمون، نوت لا و ر به صورت دوبل نوت هستش که باز نوت سفیده، 2 ضرب ثبت میکنم. نوت بعدی نوت ر هست، باز با انگشت پی اجرا میکنیم. یادتون نره وقتی دارید با انگشت پی اجرا میکنید باید با کنار انگشتتون باشه، با این کنار بیرونی ضربه میزنید، تکیه میدین به سیم کناری. میزان آخر دوباره اومدیم نوت اولمون رو با انگشت پی ر رو اجرا کردیم به صورت سیاه نقطه دار، 1.5 ضرب ثبت میکنیم، یعنی میشه 1 و 2 و 2 میشه اینجا نوت 2 ما که با انگشت 1 نوت 2 رو گرفتم، پس شد 1 و 2 و 3 و با انگشت آی ام روی سیم دوم بازم به صورت تیراندو اجرا میکنیم. خط سوم دوباره من براتون یه بار اجرا میکنم، بعد توضیحش رو میدم. شروعمون دوبل نوت اول نوت سی و نوت سل سیم 6 هست که باید با انگشت سوم بگیرمش. باز دوباره چون روی یک پایه هست دقت بکنید هر دو رو همزمان و به صورت دوبل نوت اجرا میکنم. یه دونه سل دیگه دارم. نوت اول میزان بعدم نوت فا هستش که میشه سیم 6 فرت اول، 1.5 ضرب 1 و 2 سی ر سی رو که زدید رئو میگیرید، بعد دوباره انگشتتون رو برمیدارید که صدای نوت سی شروع بشه. میزان بعدیمون نوت سل سیم 3
و نوت می سیم 6 هر دو همزمان. دوباره سل سی سل. بازم چون ضرب اولمون 1.5 ضرب بود، 3 تا نوت بعدی میشه 3 تاش چنگ، 1 و 2 و 3 و نوت بعدی میزانم میشه فا و فا. فا سیم 4 فرت 3 و فا سیم 6 فرت اول. این دوتا دوباره دو نوت همزمان قراره اجرا بشه و دوباره فا سل فا. اینجا انگشت اولم باید سیم 4 رو بگیره، انگشت اممون باید سیم 3 رو بگیره. اینو میتونم بزنم دو می فا یا میتونم بگیرم دو می فا که فکر میکنم این اگر این تمرین انجام بدین درست تره. دو سیم پنجم فرت 3 با انگشت پی، می با انگشت آی، فا با انگشت باز ام قراره اجرا بشه و بازم به صورت تیراندو. بعد دوباره میشه سل و دو. سل که سیم 3 آزاد بود، دو سیم 5 فرت سوم. این دوتا رو قراره من همزمان با هم اجرا کنم. بعد دوباره سل سل لا. اینو هم که عادی بود و بلد بودیم. بریم خط بعد. توی خط بعد میزان اولم انتهاش علامت تکرار داره. وقتی به اینجا رسیدید باید برگردید دوباره به خط دوم، به همون شروعی که بهتون گفتم که علامت تکرار بود، از اونجا دوباره شروع کنید به اجرا کردن و بعد که رسیدید به اینجا ادامه بدید و برید جلو. الان من دیگه تکرارش رو نمیزنم، فقط مثل همیشه خط رو براتون اجرا میکنم بعد توضیح میدم. دوباره توی میزان اولم نوت سی و سل سیم 6 هست که به صورت همزمان و عرضه زمانی سیاه نقطه دار اومده. یعنی برای شمارش شما باید بگید 1 و 2. درسته؟ و دو وش میفته روی نوت بعدیمون که نوت دو می و دو هستش. علامت تکرار میرسیم، توضیحش رو دادم خدمتتون. بعد دوباره میریم ادامش. نوت سی و دو سیم پنجم هست. عرض زمانی سفید نقطه داره. 3 تا شماره. شما باید دستتون رو نگه دارین، دستتون رو ور ندارید، بذارید صداش بمونه. اگر دستتون رو شل کنید دوباره بذارید سیمتون قطع میشه صداش. بذارید صداش همینجوری بمونه، ارتعاش سیم اندازه 3 تا ضرب بمونه. بعد برید سراغ میزان بعدیتون. توی میزان بعد دوباره مثل همون حالتایی که توی خط اول داشتیم تکرار میشه. سی سیم 5 فرت 2 عرض زمانی سیاه نقطه دار 1.5 ضرب 1 و 2. بعد دوباره 3 تا چنگ ما داریم. میزان بعدی نوت لای سیم 3 و لای سیم 5 قراره همزمان اجرا بشه. باز عرض زمانی 1.5 ضرب یا همون سیاه نقطه دار. ادامهش نوت چنگمونه. میرسیم به میزان بعد که نوت سل و سل هست. سل سیم 6 با انگشت 3 روی سیم 6 فرت 3 میگیرید. 2 تا ضرب صداش بمونه و ادامه میدین. اینجا دوباره ضرب اولم سیاهه، ضرب دو سیاهه، ضرب سوممون هم سیاهه. یعنی قرار عرضه زمانی همشون یک نواخت باشه. دقت کنید به اینا. اگر میتونید این تمرین رو حتما با مترونوم انجام بدین که سر هر ضرب برای شما اون صدای باشه که یادتون بمونه که این جاهایی که مثلا نوت چنگ دارید قرار نی خیلی تندتر بشه، یا جاهایی که نوت سیاه وقتی چند تا پشت سر هم دارید یه دفعه خیلی سرعتتون بالا یا پایین نشه. بتونید سرعت رو نگه دارید. اصلا یک از چیزایی که من این قطعه رو انتخاب کردم برای شما اینه که بتونید از طریق این با مترونوم ارتباط بیشتری برقرار کنید، چون میدونم یکم تمرین با مترونوم شاید خسته کننده باشه برای بچه‌ها، ولی خیلی خیلی مهمه و این قطعه یکی از چیزایی که میتونه بهتون کمک کنه که شما با مترونوم تمرین کردن رو شروع کنید. بریم خط بعدی، چون ادامهش دوباره همون تکرار بود و همش نوت سیاه. اول قطعه رو اجرا میکنم بعد توضیح میدم. اولمون نوت ر سیم 4 1.5 ضرب، بعدش نوت دو ر دو. باید حواستون باشه چون دارید همه رو تیراندو میزنید انگشتاتون با هم قاطی نشه. آی ام آی روی همون سیم 2 دارید اجرا میکنید، این ورم که دو ر دو
همش هم به صورت تیراندو. میزان بعد نوت شروع هم سی و نوت سل هست که ارزش زمانی سفیده. 2 تا ضرب ثبت میکنید، بعد میرید سراغ نوت بعد که دوباره همون سله. نوت بعد میزان بعد ما فا سیم 6 فرت اوله، ارزش زمانی نوت سیاه 1 و 2 و 3 و روی ضرب بعدی دوباره سل سیم سوم و می سیم 6 هست که همزمان اجرا میشه. سل سی سل فا و فا. حواستون به انگشت گذاریتون باشه، انگشت اول و انگشت سوم. فا سل فا آی ام آی روی سیم 4 ام روی سیم 3 دوباره آی روی سیم 4. ادامهش دوباره دو می فا. دو رو سعی کنید با انگشت پی تمرین کنید بزنید چون روی سیم پنجمه. می فا رو میتونید با انگشت آی و ام همون تکرار روی سیم 4 اجرا کنید. ارزش زمانی همش هم که نوت سیاه دقت کنید. میزان یکی مونده با آخر سل سیم 3 و دو سیم 5 رو داریم. بعد دوباره سل سل لا به همین راحتی. ببینیم خط آخر. خط آخرمون نوت سی سیم دوم و سل ما داریم که دوباره به صورت ارزش زمانی سیاه نقطه دار اومده. 1.5 ضرب در نظر بگیرید براش. بعد دوباره نوت دو می دو به دو سیم 5 میرسه. با همون انگشت پی اجراش میکنیم. 2 تا سل داره که عادی داره به صورت ضربه های سیاه روی سیم 3 زده میشه. بعد دوباره نوت سی سیم 5 فرت 2 رو داره، یعنی یه جورایی تقریبا مثل خط اولتون میمونه. دوبل نوت دو و سل. توی میزان بعدمون هم دوباره ما لا رو داریم که سیم 5 آزاده با همین دوبل نوت دو و سل. میزان بعدیمون لا سیم 5 آزاد، ارزش زمانی 2 ضرب. یادتون نره قشنگ وایسین صداش بمونه. به نوت سی میرسیم. میزان بعد دوباره تکرار. میزان آخر نوت دو، نوت سل و نوت دو سیم پنجم همزمان با هم میگیریم. ضربه هامون چه شکلیه؟ با همین انگشت ام آی و پیمون. ام قرار روی سیم 2 باشه، آی قرار روی سیم سومتون باشه، پی هم قرار روی سیم پنجم باشه. و چون که همه اینا روی یک پایه هست باید همه رو همزمان با هم بکشید به سمت کف دستتون. این همیشه ضرب آخر قطعمون. خب بچه‌ها اینم از قطعه امروزمون. امیدوارم که دوست داشته باشین، امیدوارم که خوب تمرینش بکنید و بتونید از طریق همین با مترونوم آشتی بکنین و تمریناتون رو با مترونوم بیشتر ببرید جلو. بچه‌ها حمایت شما باعث میشه که من بتونم پر انرژی تر برم جلو. پس لطفاً حمایت بکنید، صفحه رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. اگرم تو جای مشکل داشتید لطفاً حتما برام کامنت بذارید و در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. مرسی از اینکه همراه من بودین. تا جلسه بعد خداحافظ.